پتو بیا پتو بگی حجت ماسکی تو دونه ماسکی تو آقا بکش بالا یا علی بیا جبچی علی یا علی کمک بیا برو بده من شام جون بیا کفش داریم اینجا بگیریم ببریم پایین اون یکی جنازه سریع بیاریم بالا امرجنسی رو بده سریع بیا کفشو بده سریع بپوشیم بریم ماشین بغل خوابیده وینچ میخواد بابا آب خیلی سرده اون یکی چیه؟ هنوز بابا لامصب زیر تاریکی مونده موهاش بلنده کوتاه زنه فکر میکنه دقت کنید درست باشید حواستون بچه‌ها دارن تلاش میکنن مشخص نیست خیلی تاریکه زن بودم مرد بودم چی میگن موهاش بلنده بچه از پایین گفتن موهاش بلنده اونم مشخص نیست بیا این جنازه رو بردارین دیگه جنازه رو سازه کنم یکی تو میشه که ما بریم اون یکی جنازه رو در بیاریم میریم بالا نفس سازه کنیم بده من کام که اومد رفتم پایین کپسول رو بده اونا کرده یه شخص اینجایی که میخوایم اینجا ببندیم دقت کنیم من سریع این تو میذاره سیاغنی یه بعد بگید که اینجا چطوری؟ سلام هستم بشین راحت باش حالت خوبه؟ خوبم شما خوبی؟ اینطور واحداتی گرفتی؟ واحدام نه فردا میدیم میخوای یه کتاب بودم بخونی؟ حوصله‌اش ندارم از فرومه والد راستش میخوای اصلا مودش نیستم به هر حال اینطور من مهمان هستم خوشحال میشم که واحدت با من باشه ترم قبل که خیلی برام خوشایند بود سر کلاس من بودی تو برنامه چی میگی؟ چجوری ازت خواهش کنم که چی حالا خوشحال شد شاشیدم تو اون ماشینی که واسه من آره آقا شاشیدم تو ماشینی سلام سلام چطوری خوبی؟ خوبی؟ چرا انقدر دیر کردی؟ یه ساعت هم اخر شد آقا سیگار نکرد اتوبوس جای سیگار کشیدن نیست آقای محترم فکر میکنم با شما بودم سیگار تو خاموش کن خاموش کن آقا اینجا جای سیگار کشیدن نیست
پدر مادر با پولم خورد. مال من ببین تو باید طراحی بتونه گرفتی؟ طراحی بتون؟ با رزاقی. آره. بریم یه چیزی بخوریم. آره اول یه تلفن گیر بیاریم. اول بریم یه چیزی بخوریم. من گشنمه. نه تلفن لازم دارم. میخوام تلفن بزنم. بگیرینشونو ضبطو چرا خاموش میکنی؟ آقای عزیز دارم با تلفن صحبت میکنم. خب تلفن کن اینجا صاحب داره. اینجا زنگ عملی. بله درست صحبت کن. درست صحبت نکنی قطع میکنم ها. فوش نده. نه منصور خوبی این گوشه اینه که دیگه آشنا بهم زنگ نمیزنه. کاملا تو چیزی نمیخوری؟ نه چند روز چیزی نخوردی ها؟ بله سلامتی. کجا بچه‌ها؟ تلویزیون داره کشتی نشون میده. یه ملت میخه تلویزیونم. بریم برق قطع کنیم یه حالگیری اساسی بکنیم. بریم. ابا مگه علافم فکر حالی می‌کنیم بابا اینا بچه‌ها. با خودت لوس نکن. خیلی اصل حالگیریه. بیا بریم. من که حال میکنم. حالا ایتالوی بریم من سو. نه بابا. بابا اینا امکانی نیست. ما این حرف نیست. بچه‌ها بریم. کجا مثل دزدا کلید میندازی میای تو؟ برام چون برام میرم خونم. الان بهت میگم. خودت اضافه ای؟ هر شب دوست درازت هم برمیداری میاری اینجا؟ خونمونه. شیرکش خونه. خونمونه آج خانم اختیار خونمونم نداری؟ نه خیلی پر روی. مگه اجاره دادی چند وقته؟ هر کی بجه من بود آشغالات ریخته بود بیرون. ولی من به خاطر مادرت هیچی نگفتم. دست مادرم نداره آج خانم. خب منم اعتیاد داشتم دادم اجاره. اعتیاد به اجارهش داشتم. خب آقامون میخواست زنگ بزنی روی انتظاری من نذاشتم. اجارتونو میدم. اجاره میدی همونجور که خواهرت داد. از اون شیپیشای جیبت. عجب گیری افتادیم امشبا. نه شما نه دوستت حقی ندارین اینجا بیاین تا زمانی که مادرت از بیمارستان برنگشته. من کجا برم؟ برو خونه خواهرت. صدات هم بیار پایین. آخه داری حرف زور میزنی ها. کلید بده من. وسایلمون اینجا. کلید بده من. وسیلتم بعد برو به سلامت.
تهران فیروز فرید نه انگار برق محله همه رفته. بابا فیروز نگاه کن قربونت خودتون باشه. کله بده بهش. عجب گرفتاری داره ما. یه روز آب قطع میشه یه روز برق قطع میشه. منصور پاشو پول مسافر خونه رسید. پاشو دیگه. داداش خواهی تلفن بزنی؟ تلفن چطور مگه؟ کجا میخوای زنگ بزنی؟ یعنی چی کجا میخوای زنگ بزنی؟ بگو کجا میخوای زنگ بزنی؟ خب گیرم خارج. یعنی چی؟ با گوشی من زنگ بزن. چرا؟ با گوشی من زنگ بزن یه رو 20 دقیقه حرف بزن 12 تومن به ببین باتری گوشی من تموم شده. سیم کارتو میندازم تو اون با تلفن رو زنگ میزنم 2 تومن هم بهت میدم. بابا با گوشی من حرف بزن دیگه. کارت هم راه میافتاد یه چیزی هم گیره ما. کف رفتی؟ نه بابا کف رفتی چون رفیقم. کف رفتی؟ نه بابا نه هم. خوبه. بابا این چیه دیگه دمت گرم دیگه یه چیز بذار روش. خدا بده برکت. برو دیگه. بیا پیش خود باشه. میشه حسن داوید اسکدو ها این انگار یارو کجایی حرف میزنه؟ ننده نه کچی وا چوت ایرانجی ایرونه داگارا نیونگو ژاپنی سویو چند تا کیترو کونوانه کنوشتو وا ایران برادر داگارا تومو چای خوش دارید؟ نه ببخشید. نه سلام. وقتی چای خوش می‌خواستی. سرکاریه؟ واسه چی؟ همین الان اومدی گفتی ها. من داشتم معذرت میخوام. اینو باید حالشو بگیرم بخی چای خوش گیر آوردیم. ببخشید تا الان اذیت کردیم. حالا دوست داری با هم چای بخوریم کنار هم باشیم. بایزه. سلام. بایزه. سلام. ببخشید موقع میشید ما گفتم دور هم باشیم چای با هم بخوریم. این کتری هم برقی آب چیزه. زود جوش میاد. برقی زود جوش میاد. خواستم ما تنها بودیم گفتم دور هم باشیم چای با هم بخوریم. خوش میگذره. علی چای که هستید؟ خلاصه باید چای ما رو بخورید دیگه. شما دوتا با هم دوقلوین دیگه. بله. نه سقلوان. دوقلوان دیگه. نه منظورم که با هم داشتین دیگه. میشه گفت آرمین آرش آرمین. کدومتون بزرگترین؟ 5 قیم بزرگتره. 5 قیم بزرگترم راست میگی. بچه کجایین؟ بچه انزلی. خونه بندرعباسه. بعد به خاطر همین هنر اومدیم تهران. به خاطر هنر اومدیم تهران راست میگه. تکرار میکنه. از هنرمندی؟ خیلی مونده حالا. چرا شبا نمیخوابی؟
بخواب دیگه با چراغ روشن نمیزنم بخواب. دانشگاه میخوای نری؟ خیلی خوب نرو. خونتو میخوای جدا کنی؟ باشه جدا کن. برو سبا زندگی کن. میخوای بفرستیمت خارج؟ دوست داری بری؟ ما که همیشه بهت گفتیم. خود باتریش داره تمام میشه مثل خودم. سلام جوون. سلام. معلوم آدم با شخصیتی هستی. من صافکار نقاشم. بچه قلمرسونم. بچه‌م مریض شده آوردم اینجا بیمارستان. نیاز به پول دارم. اونجا بیای بگی به هر کی حسین زهدمل منو میشناسه. تلافی میکنم براتون. اگه پول میخوام این داستانه چیه سرم؟ من گدا نیستم. بیای اونجا بگی حسین زهدمل همه میشناسن. تلافی میکنم. خدا خیرت بده جوون. بده من خدا خیرت بده. چه سر تا پول گوشیه؟ گدا که نیستم. پولش میدم آقا. بده. سویچ بده. بیا آقا پولش میدم برات. درست آقا؟ آره. یارت. یه دقیقه جلو خونه ما وایسا. چیکار داری؟ الان میام. خطیش کردی چیکار میکنی بابا؟ مواظب باش چیزیت نشد؟ نشد. من تو سوپرمنی همین بالا میپری. اصلا این ماشین من اصلا خیلی نصفی کجایی؟ 2 روز موتور برداشتی بالا این سلام شرمنده ببخشید بیا حسن آقا حسن ما کرد با اجازه حسن آقا منصور چیه؟ چطوره؟ خوبه بخاریش گرمه به کلاس اونم میخوره اومدش وایسا بذار بشینه ماشین روشن کن ماشین روشن کن سویچو بده من سو نزا بره در قفل کن برو بیا
را بیافت دیگه. ببین با چاقو تیکه تیکت میکنم ها. کجا برم؟ برو دیگه برو. ببین پدر شوهر من وکیله، قاضیه، شوهر من وکیله، همه میشناسنش. بچهای پایینم همه منو میشناسن. پدر شوهر چیه؟ قاضی دادگاست. چند سالته؟ 39 سالمه. چه خالیایی میبنده ها. بابا من شوهر دارم، بچه دارم، بذاریم برم. ماشینو مگه نمیخوایم بذاریم من برم دیگه. وایسا. نه برو تا اون دماغ عملیتو نباشه. برو. به من آدم خریم و یه دفعه کار دستت میدم. وایسا. اینه چه گوش میدی؟ وایسا اینجا. وایسا همینجا وایسا. سریع وایسا. پیاده شو. بدو. کامران به این بدبخت چقدر چیز بود برامون گرفته. میخوری برات درست کنم؟ نه نمیخورم. که هیچی نمیخوری، یه چیزی بخور دیگه. تفیش خیلی باشش، بذار به این یا منصور ببین آب نمیتونی پیدا کنی به این حیوانی بدن. کالباس خورده تشنه شه. فکر کنم پشتم شیر داریم. یا واستا کانو یه قله داری شریف کنیم برام میشه بفروشیمش. خوب میخرن ها. میدونم شما این بچه مایه دارم. 1 میلیون هم بدن و اشکالشو بهشون نمیدن. کامران یه سیگاری هم با این رفیقمون بکش. سیگاری نمیخوادی همینجوری چی حالیش نیست. عشق میکنم اصلا. واسه چی نگه داشتیم؟ خودش بودا نایده بودیمش. بس من میرم اقعد استراحت کنم تو بشیم پشت فرم. باش بابا برو به خودت با موبایل خفه کن.
تو منصور چطوری؟ خوبی؟ مرسی تو خوبی؟ مامان چطوره؟ خوبه تازه پیششونه میخوام بیارمش خونه. بر چی؟ باز دوباره میخوای بیاری بذاریش گوشه خونه به دنبال ولگردیات؟ نه این کارو نمی‌کنی ها. ماشین آوردم میخوای بریم بیرون بگردونمت؟ ماشین کیه؟ ماشینی که بچه‌هاست توش خوابیده. من بابا میخوای یه حواسم در سر درست شه. بدش کن دیگه تو خونه واسهش ندارم. یه لیوان آب برام میاری؟ خود پاشو برو سر کوچه نوشابه یه چیزی بگی دیگه. میدونی که دنبال شر میگرد. الان اگه بیاد ببینه فکر میکنه واسه دوستت آوردم. درد سر درست میشه. غلط میکنه. منصور بخاری زیاد کن یخ گرم. بابا کامران تو ما رو مریض کردی. منم نمیتونم غذا بخورم. فکر کنم ایدز گرفتیم. باری کنار باری کنار بینیم بابا گو مستقیم میری؟ بله. مرسی. مستقیم تموم شد برم چپ یا راست؟ میگم مستقیم تموم شد کنون وری برم؟ مثل این که با پیاده شم. نه میگم کنون طرفی برم. نشنیدم چی گفتی، میشه یه بار دیگه بگی؟ میگم برم چپ یا راست؟ مسیرت کدوم بره؟ من فرق نمیکنه همینجوری دارم میرم اصلا نمیدونم الان کجام. خب پس چون بارون میاد میشه منو برسونی؟ باش کنون طرفی؟ برو چپ. باش. من یه سیستمی دارم تو زندگیم به اسم راهپیمایی‌های طولانی مدت. بعد توی این راهپیمایی طولانی مدت من همینجوری شروع می‌کنم راه میرم اصلا حرکتمو قطع نمی‌کنم، ماشینا بوق میزنن، مردم به من تلک میگن، ماشین میاد از اون رد میشه، برف میاد، بارون میاد، ولی من همچنان به راه رفتن ادامه میدم. الان اگه سوار شدم بخاطر اینکه خیلی خیس شده بودم، یعنی حوصله راه رفتن دیگه نداشتم، خسته شده بودم. بعد به خاطر اینم هیچی نمی‌شنوم برای اینکه تو گوشم موسیقیه. بعد یعنی تمام مدت دارم به موسیقی گوش میدم. تو چی؟ تو به موسیقی گوش میدی اون وقت چی گوش میدی اگه گوش بدی؟ چون میدونی من آدما رو از اون موزیکی گوش میدن طبقه بندی میکنم، یعنی اینکه مثلا مهمه بدونم کسی بلوز گوش بده یا جاز گوش بده یا موسیقی آلترناتیو گوش بده یا مثل من فکرش باز باشه اول باخ گوش بده بعد موسیقی آلترناتیو گوش بده بعد همه رو پشت سر هم گوش بده و دچار هیچ مشکلی هم نشه. بعد حالا چی گوش میدی؟ من داریوش گوش میدم. نکته‌اش گرفتم. نظرت درباره این چیه؟ خیلی جیغه، همچی بوق میزنه تو خیابون، مثلا وقتی خودتو اینجوری بندازی شبیه شیطان پرسته هم میشی. بعد چند سالته؟ احتمالاً 18 سالت هستش که پشت فرمون نشستی که مثل من رو به کشتن ندی ها. بعد من سر چهارراه هم برو بالا.
خب حالا مثلا این سکوت چیه؟ من به اندازه کافی تو گوشم سر و صدا هست، موقعی که اینا رو در میارم انتظار دارم یه چیزی بیشتر از این سر و صدا یا سکوت و اینا بشنوم. یه چیزی بگو. چی بگم؟ ادامهش بده. اسمت چیه؟ چه فرقی میکنه واسه تو؟ خب میخوام بدونم. آیدا در ضمن بنزین هم نداری، بنزین بزن. بعدش هم دور میدون لطفا تشریف ببرید سمت راست. در هر صورت مرسی که منو رسوندی، ولی اینجا خوابگاه من شماره تلفن نمیتونم بهت بدم، ولی در هر صورت مرسی. شب تو ماشین بخوابیم؟ حالا بریم یه چیزی بخوریم. حتما تو نمیخوای باز غذا بخوری نه؟ اگه غذا نخوری به کی ضرر میزنی ها؟ بهش؟ نه جدی میگم. خیال کردی اگه بمیری کسی ناراحت میشه؟ اصلا فرق نه، من به کسی کاری ندارم. الله جمعم که شده میخوام زنده بمونم. والا به خدا عمرم فکر میکردی دختر بون با تریپ من پا بده؟ دلت خوشه ما میخواست اوتو بزن. دیدی چی جوری صحبت میکرد؟ خدا وکیلی کلک و پهم ریخته بود. اینا همش خواب و خیاله. میبینی کامران، فکر میکنم این دختر میتونه منو خوشبخت کنه. به قول شاعر منصور دوست داشتم خوش بگذرونم، کاش میتونستم عیاشی کنم. گوش میدی؟ حواست به من هست؟ کامران تو نمیای پایین؟ نه. چی میخوری برات بگیرم؟ من هیچی، فقط سیگار بگیر. تو هم کلی کردی به سیگاره ها. بنزین میزنی در میری هان. الو الو، شماره یه خوابگاه رو میخواستم. پشت بولینگ عبدو تو جاده قدیم توی کوچه بنبسته. دانشگاهشو نمیدونم ولی دخترتون خوابگاه دختراست. پشت بولینگ عبدو تو جاده قدیم توی بنبست. نه یک کم آرومتر بگو. 16 چند؟ کامران اینطوری فایده نداره، باید بریم دم خوابگاهشو. دم خوابگاهشو باز چی؟ ما که میخوایم تو ماشین بخوایم بریم دم خوابگاه اونا بخوایم دیگه، صبح من ببینمش. اونجا باید چی خوب بخوابیم؟ بریم یه جای دیگه بخوابیم. کارش دارم دیگه، میخوام ببینمش. صبح یهو میره دانشگاه نمیتونم ببینمش. واسه تو بده، زشته. زشت یا مگه علافی رو برده؟ بریم؟ چادر داریم تو ماشین؟ چادر نه نمیدونم. چادر میخوای چیکار؟ عاشق شدی؟ عاشق چیه بابا؟ ولی چادر میخوای چیکار؟ چادر رو بکشیم حداقل صبح نهید تو ماشین خواب ببینه. البته من که شبا نمیخوام.
الو میشه آیدا رو صدا کنی؟ فامیلیشو نمیدونم ولی مال همونجا. آره الو سلام، من منصورم دیگه. همین الان رسوندم دم خوابگاه. کارت داشتم. نه دیگه زنگ نمیزنم، مردونم یه باره. الو الو تا اونایی که آخری زن میگیری. چرا نمیگیری؟ چی گفتی تو؟ هیچ. کامران این چرا نمیگیره؟ قطعش کردم. اینجوری نمیشه، خودم باید برم دنبالش. نیستش، میگه رفتن سد کره جاده چالوس یه علی شلمی. خب بعدا میرم دنبالش. نه همین الان میریم دیگه. کجا میریم؟ سد کرج دیگه. چجوری میخوای پیداشون کنی؟ پیداشون میکنیم دیگه، دو تا نوستابی هم. داداش سوال دانشگاهی؟ فرمایش. کجا؟ کی کجا؟ دانشجو دیگه. شما دانشجو هستین؟ آره. از سرویس جووندین؟ آره. دانشجو پسر اون بالا دست چپ. دخترها کجا؟ با دخترها چیکار دارین؟ کار دارم. دختر اون بالا دست راست هست. میگه اون بالا. برو دنبالش. با هم بریم دیگه. نه من نمیام، من نمیشم. تو برو. ببین تویی که داری منو ول میکنی یا فردا نگی بی معرفته. باش.
خب داداش ویکن نیستی تو نه؟ اومدی اینجا چی کار؟ اومدم ببینم دیگه. بله؟ فرایند کوهسایی البرز چه خبر؟ ما اینجا این تقلید جلوی همه دارن من اخراج میکنن. کارت دارم. چی کارم داری؟ ببینیم کارت دارم دیگه. چی کارت دارم؟ عجب غلطی کردم من سوار ماشین تو شدم. چی کارم داری؟ بریم بهت میگم. من الان با هیچ کس هیچ جا نمیرم. الان میخوام برم بعد از اینجا قزلالا بخورم. ردیف میاد دوباره ببینم دیگه. ردیف کن ببینم دیگه. حالا شاید فردا بشه دیدتت. پیداش کردی؟ ریخت و قیافه رو نگاه آدم خندش میگیره. والا به خدا مدری نماد کلا نه لباس شهر بره چیه این آخر؟ یه تریپی باید بزنی. کامران یه ذره آرومتر برو دیگه. کامران به کشتن امیدی آرومتر. چیکار میکنی کامران؟ میخوای بندازیم تو سر؟ دونش سلام، احوال شما؟ حال شما بازم برگشتی؟ آره دیگه از اینجا خوبتر پیدا نشردی؟ نه همینجا خوب. چند نفره؟ 2 نفر. شون اسلام رو بده ببینم. چطور؟ خوبی؟ شکرت. سلام. آجی اتاق شینا اومده. با هم رفیقی؟ آره. علاقه داره یه 3 تخت بدن؟ نه برای ما رو جلو بده آجی. جدا باشی بهتره. این آقای خیلی آمد رفت، خیلی اذیت میکنه. به اندازه 2 نفر آمد رفت داره. تا 11 رو اتاقم خالیه. جدا بگیری بهتره. ابازر بیا اتاق 11 تحویل بدی این آقا. خیلی هستم. بفرمایید. منصور کلیدم گذاشتم بوده. باش.
می کامران نگاه اینا رو برات گرفتم بخوری. میذارمش اینجا. من فردا میخوام برم بیرون. بذار رو میز. اگه یه تلفن گیر می‌آوردی خیلی خوب میشد. میخوای زنگ بزنم خونتون بیان دنباله؟ نه خونه واسه چی؟ سیگار گرفتی؟ آره گرفتم تو کیسه هست. بذار من برای در میارم ولش کن. نمیخوام. در میارم. نمیخوام خودم در میارم. کامران تو رو خدا غذا بخور. رو میکنم به آینه، رو به خودم داد میزنم، ببین که واقعی شده. کامران بیداری؟ کامران همون چیزایی که گذاشتم میز بخور. فهمیدی؟ نمیری تا من بیام ها. خب سلام. چطور خوبی؟ آرش هم ببخشید. خواهش می‌کنم. تو آرش هم کامران حالش بده. خب مریضه. من می‌خوام 2-3 ساعت برم بیرون. میتونی بری بهش سر بزنی هواشو داشته باشه. زودم برمیگردم. باشه خیرات دست باشه. در نکن. خواهش خیلی هم می‌کنم. کیری. باشه. حالا بی تو. نه خداحافظ. سلام. بیا ببینم حساسم. بیا ببینم. بله آجی. بیا ببینم این از چیز مال رفیقشون نیست. چی؟ رفیق شما نیست این نکیز؟ نه. بخون نگاه کن. نه آجی اینون نیست. شبیه اونه. حتما میدونه. آره. چطوری خوبی؟ چه خبر؟ خوبم. الان چیکار کنیم؟ بریم بگردیم. کجا بریم؟ چه میدونم بریم قلیون بکشیم. قلیون چیه جریانش؟ اول صبح بریم قرقر را بندازیم که چی بشه؟ اول بریم دم خونه که دوستای من یه چیزی ازش میخوام بگیرم، بعدش من میگم چیکار کنیم. باش. خب گفتی کارم داری، چی کارم داری؟ خواستم ببینم دیگه. خب داریم میبینیم دیگه. من دوست دارم دختر رو با احساسات هم بازی کنم. خب الان من برای یه حرف خیلی زشت بزنم ولی نمیزنم. ناراحت شدی؟ نه. اینجوری نگاه میکنی؟ موهات چقدریه؟ متر میکنم میدم خدمتتون. خواستم ببینم موهات فره یا صافه؟ داری میبینی دیگه اینقدرش بیرونه. خب موهات رو ببینم. خب پس کار شاعرانتون این بود دیگه. نه خوبه خوشم اومد. در طرفتون بیستید 16 در طرفتون بیستید. این پلیس انگار با ماست ها.
سلام علیکم. خسته نباشی. سلام. اینجا انگلیسه؟ چی؟ از شدم اینجا انگلیسه؟ نه. چرا این راه به چپ اومدین؟ حواسم نبود. خب مدارج تو ببینم. جوانم کارتو ببینم. نه. نداشته باشه ماشین رو میخوابونیم. خودم تحویل کلام اجازه دادم. بدید من یه توضیح به شما بدم. من خودم گواهینامه دارم. خودم پشت فرمون میشینم. حالا شما این دفعه اجازه بدید ما بریم. من اینجا به بعد من میرم دیگه. بذارید من پشت فرمون میشینم میرم. خیلی خوب بشین. خیلی ممنون. آقا پسر بدون مدارج پشت فرمون نشینین. خدایی نشده تصادف جانی بکنی قتل عام حساب میشه. 2 تا خانواده رو بدبخت میکنی. پدر مادرت و خودت یک عمر گرفتاری و پشیمونی. حالا چه نامزدت جواهرنامه داره من گذاشت میکنم تشریف ببرین دفعه دیگه بدون مدارج پشت فرمون نشین. ما نامزد نیستیم. میدونم انگلیس دیگه. خداحافظ. خداحافظ. الان میام. باز کن آیدا. پس زود بیا دیگه. بیا تو. نه من جایی نیستم. بیا تو دیگه دوستم تناس کسی پیشش نیست. بل کن روم نمیشه. مگه نگفتی میخوای موهای منو ببینی؟ بیا. سلام. سلام. خوب هستی؟ خب این لیلاس دوست من، اینم منصوره. خوشبختم. بعد امروز ایشون از من خواستن که موهامو بهشون نشون بدم. بعد منم میخوام الان این کارو بکنم. اینجا؟ آره دیگه حیات. نشون بدم. نه نشون نمیدم. خب ببین خیلی وحشتناکه اصلا وحشت نکنی ها. نشونش میدم. آیدا در یعنی همسایه فضوله میره به همه میگه. کامران سلام. خوبی؟ چی مریضی؟ مسموم شدی؟ خبر دکتر؟ منصور تویی؟ نه آرشم. منصورم میاد. شابه شربتی چیزی میخواد درست کنم؟ آب میخوری؟ یا بسکوت؟ بیا. خوش گذشت منصور. کجا خوابیدم؟ استراحت کن. کارش سام کن. من قوی هستم. هر صبح قبل از اینکه خورشید بیرون بیاید و با نورش داد بزند من قوی هستم، از جایم بلند میشوم. اشکای دیشبم را پاک میکنم. تمام کسانی را که دوست دارم برای صرف صبحانه به آشپزخانه میبرم. در را رویشان قفل میکنم و همه آنها میفهمند که گول خوردند. آنجا حمام است، آن هم حمام آب سرد. سرم را میتراشم، داد میزنم من قوی هستم. خورشید میترسد و دیگر بیرون نمیآید. چطور بود؟ شعر بود؟ مهم نیست. اکی بود؟ مهم نیست استاد. اون خونه رو میبینی ته کوچه؟ خب اون خونه ماست. خب بعد اون پنجره یه ذره بالاتره. خب اونم اتاق منه. بعد از اینکه من مردم توی خونه دادم به خواهر کوچیکم. بعد اونم داره از سکوت قبرستونی اونجا استفاده میکنه واسه اینکه واسه کنکور درس بخونه.
ببینم تو که خونتون اینجاست واسه چی میری خوابگاه؟ خب خوابگاه راحت تره. بعدش هم این که چون شناسنامه شهرستانی میتونستم اینجا اتاق بگیرم. بزنم شیشه هاشو بشکنم. احتمالاً خل شدی چون من هر 2 شب یه بار باید بیام اینجا بخوابم. خب وای نسته دیگه، برو دیگه. من هم خوابگاه رو نمیدن. نمیشه نری؟ یعنی چی نمیشه نری؟ همین الانشم بنزگاهی دیر کردم و که همین الانشم رام ندارم تو خوابگاه. فردا چی؟ تو بیا. فردا منظورت اینه که کلاسش صبح هم ندارم دیگه احتمالا؟ نه 10 صبح خوبه همون جای امروز؟ نه ببین یه خیابون بغل هستش یکی اسکی روزنامه فروشی توشه. من میام بغلش وای میسم، بعد منو منتظر نذاری. اصلا خوشم نمیاد مردم میان وایسن اونجا نگام کنم. خب باش. دست نمیدی؟ خوشم میاد که اصلا برقم گمش نمیدی. این نفر رو من بده. خوابیش بدی؟ نه خیلی میخوام بدم به نگهبان خوابگاه که بذاره برم تو. یا هم داری یه خورده پول رو من بدی؟ کم آره. کافی دیگه. کامران بیداری؟ کامران ابوذر این رفیق من رفته بیرون؟ نه نرفته، کلیدش اینجا نیست. در میزنن جواب نمیده. کلید درک داری؟ آره داره. بریم در وا کن. اوکی. کامران کامران مازه شده؟ مرد حسابی تو کجایی؟ مگه اینو نسپرده بودم به تو؟ کی مازه بری؟ واسه کی بزنم میاد؟ کجا میبری؟ این مهداده؟ نه با معتاد چه دارم میارنش بیمارستان کرایش بده ببر. برمیگردم بهت میدم حاجی. نه الان بده. شناسه هم اینجا اعتماد نداره. نه الان بده. بهت میدم دیگه. من شده؟ الان شما مگه بالا نبودی؟ اینکه زوارش خوب بود. کی بزنم بیا؟ من رفتم حاجی. جلو اون رو بگیر. شما مگه تنها نیستی؟ کله زده. شما یه نفر اتاق چی میشه بریم؟ ما برو اونور. نه برای من درس دوست. حاجی تو رو قرآن بذار بریم. ابوذر پول نداده پلاس نظر بره ها. پولو بگیر بعدا. حاجی بذار بره کراش ما میدیم حاجی. کراش میدیم دیگه. رفیق مریضه. بریم. چرا خداش دادش اونو هم بدی. شما کلش حقوق‌بازه. و شما یه نفر اتاق نگرفت مگر یه نفر نبود مگر 2 نفر شد. حاجی مریضه بذار بریم کمک کنیم. برسونید برمیگردیم. شانس که اینجا هست. خلاص برمیگردیم دیگه. حاجی با من اینو بعد ببرم بیمارستان تو فکر کنایتی؟ و شما برو یکی برو بالا یکی بره اونو چون مشکل. من برم تو میری. تو من برم. نه تو رو بالا من میرم با اینا. دیگه دیگه برو بالا. بریم ماشین بگیرم. درو کن. با ماشین دارم اینا آدمه داره. خب برو. سویچ رو بردار. بله. برو.
واسش آقا چه شد رفیقش؟ کجا رفتی؟ حاجی حسابا چند میشه؟ حساب کتاب دوغلو داده. دوغلو رو نذار بیار اینجا ها. الان اینجا الان اونا رفتن. سفارش شدم ابازر وسایل شما را جمع میکنم. ابازر بله حاجی. ابازر وسایل اینی جمع کن ببره. جمع کردم آماده است. الان میارم پایین حاجی. اون عکس رفیقت بود تو روزنامه درسته؟ آره برو با حاجی بگو زنگ بزنه خونش. باشه ایران یخچالی. الو سلام. تو از صبح خوابگاه بودی؟ من تلفنی نداشتم. مگه چی شده؟ خیلی خوب باشه میام. کلاسه صبح چرا نیومدی؟ بایدت هست شد. نه هنوز یه جلسه دیگه دارم. من سوال کردم. مرسی. گوشتن نیست بریم نهار بخوریم؟ نه اشتها ندارم. کلاسه بعد از ظهر چی میای کلاس؟ نمیدونم. یه چیز شده با سایبم خواب کن.
خانم یه لحظه وایسا. خانم به خدا کار من نبودم. سلام، چطوری؟ یه دونه از اشکالی برات اومده، دستی گیتی ازش بگش. قربانت خودم. مرسی. گیتی؟ بله. گیتی؟ بله اومدم. سلام. سلام. اومدی؟ انگار که همه پیشته. آره باید سلام ازت میاد. چیکار کردی زایدا؟ گفت زدی یا؟ بابا حواستو جمع کن دیگه. حالا این پسریه که دوباره اومده دم خوابگاه دیگه برای چی کو اومده؟ بیا. تلفن چی نداشتن؟ دقیق نمیدونم. بچه‌ها میگفتن باباتی چند بار زنگ زده اینجا. خب چی گفته؟ من زیاد خبر ندارم. بچه‌ها گفته حتما امشب بره خونه. فکر کنم به خانواده‌ام خبر داده باشن. نمیدونم شاید هم خبر ندادم ولی میگفتن ممنون. خیلی بابا عصبانی بوده. مرسی. الو الو خانم ببخشید اجازه میدین؟ خانم با شما هستم. ببخشید حواسم نبود. باز کنید. آیا معلوم نیست مرده چیه؟ باشو ببینم چی میخوای؟ اینجا چرا خوابیدی؟ بیا بیرون بیا بیرون. باشو اینجا خوابیدی؟ اینجا منتظر کسی هم. ماشین مال کیه؟ مال خودمه. چرا دم خوابگاه دخترها؟ منتظر خواهرمه. دروغ نگی میزنم تو گوشتا. نه دروغ نمیگم. واسه چی دروغ بگم؟ چون قیافت داره نشون میده که دروغ میگی. اینا شما چیزی شده؟ سلام خانم. سلام. حالتون خوبه؟ مرسی. سلام. ایشون چی کارتونه؟ نامزدم هستن. نامزدتونه؟ آخه دم خوابگاه دختره رو من شک کردم. این که از ایشون سوال میکنم چیز دیگه جواب میدن، شما چیز دیگه دارید میگید. سامان جان سلام. خسته نباشی. قربون شما. این آقای مرید نداره. این آقا این پسر خالشه، اینم دانشجو اینجاست. مطمئن باشم پسر خالشه؟ بله جان سلام. بریم آقا بریم. اینا همه با همه. برو کنار سوارشی بریم.
سلام آیدا. سلام. کجایی تو؟ ساعت گرفتی دسته؟ داشتم وسایلمو جمع می‌کردم. از بالا دیدم اینجوری دویدم. وسایل چرا جمع کردی؟ گفتن دیگه نمیتونم خوابگاه بمونم. چرا؟ بگذاریم. بزنیم از شهر بریم بیرون بابا. بریم شمال. نه. شب یه سری خواستگار میان خونمون باید حتما باشن. بیان گور پدرشون. برو. درستش هم همینه که وقتی نمیخوایم از همون پول نگیرن. از کدوم طرف میری؟ رشت یا چالوس؟ از جاده چالوس. آخه خب از جاده چالوس یاد یه نفر میافتم. خب منم یاد خیلی چیزا میافتم. ولی من اونجا رو بیشتر دوست دارم. بابا چه صدایی؟ همین نواره نه یه نوار تو داشته بس اونو بزن. چه ریختی این نوار؟ روش برچسب برچسب سفید. آره همونه. ای از نداری میگوین دیگه بزنم این رو بمونه. افتاد برش دار. نه پیداش نمیتونم کنم. نمیشه. ببین من نمیتونم پیداش بکنم. نیستش. همینجا افتاد دیگه. نه نیستش. یه نوار دیگه میخوام بذارم. نه همونو بذار دیگه. یه نوار دیگه میخوام بذارم. نه همون نوار منو بذار دیگه. پیدا میکنی منو نیستی بهتر از اون پیدا میکنی. بذار من خودم پیداش میکنم. منصور مورد جلو باش. من ببین یه ماشین قشنگ داره رو بروی ما میاد منصور محمدی. چیکار میکنم؟ من 4 تا تست دارم. نگاه کن. ببین من 700 تا نوارمو میدم به تو چون که من پر نواره همشو میدم به تو. گیر داری اون یه نوار تو. نه من طلبمو میشدم. نه چی؟ پیداش کن دیگه همینجا دیگه. نه نیست. به فرمونو ول میکنم خودم میرم. من جای رانندگی میکنم منظور دیگه یعنی چه جوری میکنی؟ تونل. چی شد؟ چی شد پیداش کردی؟ نه
پیداش کن دیگه. نه من اصلا دیگه با این نواره کاری ندارم. هر کاری می‌خوای خودت بکن برو پیداش کن. خودم میرم باشه. من دستم اینو میرسه. بذار من خودم پیدا کنم. کنار این هاش دیگه. مسعود میره تو زنده جیغ نزن. بیا بگذر همون آهنگ خدا. من کلید کردم رو. کلید چیه؟ نه همونو میخوام بزنم. من دستم بهش نمیرسه. اگرم باشه الان رفتی عقب اصلا دیگه از ماشین افتاده بیرون اصلا دیگه نمیتونی پایینه بگم. نه هیچ نوار اینجا نیست. نمیذاره خودم. تو بذار خودم پیداش میکنم دیگه. نه نمیتونی. پیداش نکنی فرمونو ول میکنم. بذار خودم. تو روبرو نگاه کن. تصادف میکنی روبرو تا نگاه کن. روبرو. حواسم هست. مسعود روبرو مسعود. چی شده اینجا؟ چه خبره؟ نمیدونم. مسعود دقیقه وایسه بپرسم ببینم چی شده. آقا چی شده؟ چه خبره اینجا؟ یه ماشین افتاده تو سد. متاسفانه یه دختر و یه پسر غرق شدن. دارن تلاش میکنن دختره رو بکشن بالا. شما برید اینجا وانستید. برید.